مرکزی رادیو آزادی در 15 دقیقه دیگر برایتان خواهم گفت. سرخط بعضی از موضوعهای مهم. سابق معاون اول وزیر خوجگی آب و خدای امامعلی رحمان که در صدمه نقلیاتی جان باخت امروز به خاک سپرده شد. سفیر سعودی میگوید صرف نظر از وجود نداشتن سازش این کشور از حقوق مهاجران کره تاجیک حمایت میکند. و قصه طفل بیمار که هنگام حمله تروریستان در بینای پارلمانت ایران بود. یک عکس نصف از بار زندگی منو رو سبک کرد. یعنی هنوز نصف دیگهش هست. بی سرپناهی، بیکاری. سابق معاون اول وزیر خوجگی آب و خدای امامعلی رحمان که در صدمه نقلیاتی جان باخت روز 23 ایون به خاک سپرده شد. مراسم ویدو و نماز جنازه کمال نورعلیف تحت چاره‌های شدید امنیتی و با حضور دهان نفر برگزار گردید. رئیس شورای علمای تاجیکستان در سخنرانیش از کمال نورعلیف به عنوان انسان خاکسار و خدمت نشان داده یادآوری کرده است. که مرسیت موضوع ادامه می‌دهد. مراسم ویدا و نماز جنازه کمال نورعلیف خدای امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنغره برگزار شد. اکادمیک نورعلیف پدر جمال الدین نورعلیف شوهر آزاده رحمان یکی از دختران پرزیدنت تاجیکستان است. او روز 22 ایون در پی یک صدمه نقلیاتی در موضع سیبستان شهر نارک به هلاکت رسید. دادستانی شهر نارک در رابطه با این حادثه پرونده باز کرده تفتیش را شروع نموده است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مراسم نبود. نماز جنازه کمال نورعلیف در مسجد مرکزی ناحیه دنغره با امامتی سید مکرم عبدالقادرزاده برگزار شد. کمال نورعلیف 71 سال داشت و تقریبا 8 سال باز در نفقه بود. کمال نورعلیف را در آرامگاه مولانا تاج‌الدین ناحیه دنغره به خاک سپردند. روز پنجشنبه در نزد بنا یک بانک در شهر لشکرگاه ترکیش شدید به عمل آمد. بر اثر آن ده‌ها تن هلاک و مجروح شدند. هلمند یکی از نوامترین ولایت‌های افغانستان به شمار می‌رود و گروه طالبان 80% قلمرو این ولایت را در اختیار دارند. ترکیش انتحاری زمانی صورت گرفت که سربازان برای گرفتن ماهانه خود در نزد شعبه نوی کابل بانک نوبت می‌پاییدند. ماشین بمبگذاری شده در روبروی بانک در شهر لشکرگاه ترکید. پلیس میگوید در انفجار بیش از 30 نفر جان دادند، 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. در میان قربانیان افراد ملکی، نظامی و پلیس بوده است. کارمندان خدمات حالتهای اضطراری و رهگذران تلاش کردند و افراد مجروح که میان کشته شدگان میخوابیدند کمک رسانند. خادمان دولتی از جمله بهادر خان نیز ماهانه‌اش را از همین بانک دریافت می‌کرد. من منتظر گرفتن پول بودم که انفجار شد. 30 نفر کشته شدند و تعدادی هم زخم برداشتند. ماشین‌های یاری تعجیلی هلاک شده‌ها و مجروحان را بردند. ما شگفت زده هستیم که چگونه می‌توان در ماه مبارک رمضان دست به چنین عمل زد. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را برداشت نگرفته است. در این منطقه چندین گروه‌های افراطی از جمله طالبان فعال هستند. اون روزه هیچ که فراموش کرده نمیتونم. بچه من کشتن، شما کشتن، اکا کشتن، بچه اکا کشتن، سو فراموشیه. سلسله گزارش‌های ویژه رادیو آزادی رو که به روز وحدت بخشیده شدند و از جنگ و صلح تاجیکان قصه میکنند در شکل مفصل در سامانه آزادی www.azadi.org و کانال ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید. کشورهای عربی فهرست خواسته ها برای از سرگیری روابط با قطر را مشخص کردند که در آن از جمله قطع رابطه های دیپلماتی با ایران و گروه های تروریستی، بستن پایگاه نظامی ترکیه و منع شبکه تلویزیونی الجزیره داخل بوده است. 18 روز قبل عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین و مصر مناسبت های سیاسی و اقتصادی خود را با اتهام حمایت قطر از بنیادگرایان قطع کردند. این هم در حالی است که در این اواخر روابط میان تاجیکستان و عربستان سعودی گسترش یافته است. همکارمان مردان محمد در یک صحبت ویژه با عبدالعزیز محمد البودی سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان ابتدا از امکان صادرات نیروی کاری به این کشور سوال کرد. واسط برای قبول یا پذیرایی مهاجران تاجیک در عربستان سعودی چگونه است؟ یا یک قرارداد موافقتنامه سازشنامه میان عربستان سعودی و تاجیکستان امضا شده؟ تا حال چنین یک سازشنامه به امضا نرسیده است.
اما حقوق افرادی که در عربستان سعودی کار و زندگی میکنند از سوی نهادهای مربوطه سعودی تامین میشوند. در کشور ما مهاجران کاری از تاجیکستان خیلی کمند، ولی میلیون ها نفر مهاجران کاری از کشورهای اسلامی در عربستان سعودی در چارچوب قانونهای کشورمان فعالیت میکنند. اگر همچنین سازشنامه میان عربستان سعودی و تاجیکستان اگر وجود نداشته باشد، این چند تن از مهاجرای تاجیکی در عربستان سعودی هستند از کدام طریق به اون کشور رفتند؟ بدون شک شهروندان تاجیکستان از طریق شرکت‌های این کشور به سعودی رفتند. مولا رما وقتی که عربستان سعودی سفر داشتن، عربستان سعودی رو در میان کشورهای عرب و آسیا یک شریک مهم ارزیابی کردند. الان که عربستان سعودی با قطر یک روابط بحرانی دارد و برخی از کشورهای عربی هم روابطشون با قطر قطع کردن، آیا امکان داره که مثلا از تاجیکستان هم دعوت شده که مثلا با عنوان یک شریک عربستان سعودی در روابطش با قطر تجدید نظر کنه؟ المشكلة بين المملكة السعودية وقطر واضحة وربما بالتأكيد اطلعت. بروز وضع بحرانی و قطع روابط عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی با قطر سبب و انگیزه های خود را دارد. این تصمیم سعودی بوده و این کشور هیچگاه اراده و موقع خود را به دیگر کشورها تحمیل نمی کند. فکر می کنم کشورهای دیگر با شمول تاجیکستان چنین می‌بینند قطر گروه‌های تروریستی را پشتیبانی می‌کند و فعالیت آنها را سرمایه‌گذاری می‌کند. حتما ضد چنین عمل صدا بلند خواهد کرد. جناب آقای سفیر، برای صحبت پرمحتویتان تشکر. زنده باشید. شکرا. صحبت کامل رو که فراگیری موضوعهای زیادی مربوط به همکاری‌های تاجیکستان و عربستان سعودی است میتوانید در سامانه ما www.azadi.tj مطالعه و یا در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. برنامه را ادامه میدیم. حمله ناگهانی در پارلمان ایران که در اوایل همین ماه اتفاق افتاده بود، سرنوشت یک طفل 2 ساله بیمار ایرانی را تغییر داد. عکس این طفل که زمان حمله با کمک امنیتی ها از بلند آشیانه به پایان فرآورده میشد، در رسانه ها بازتاب یافت و نهایت توجه مقامداران این کشور را جلب کرد. خیرامان به قضا قصه میکند. روزی که ایماد و مادرش وارد ساختمان مجلس ایران شدند، امیدوار بودند که برای معالجه این طفل از وکیلان پارلمان کمک ضروری دریافت خواهند کرد. ولی این پسر بچه 2 ساله و مادرش ناگهان در حالت قرار گرفتند که هیچ انتظارش نداشتند. 4 مرد مسلح و بمبگذاران به پارلمان حمله و به تیراندازی بی‌بندوبار شروع کردند. ایماد همراه با والدان و 2 برادرش در دهه دوردست شهر شمالی گرگان در خانه اجاره زندگی میکند. پدرش محمد حسین اسماعیل نژاد که از یک پایش میلنگد، پیوسته با مشکلی دریافت کار و درآمد روبرو است. زهرا خراسانی مادر ایماد در صحبت با آژانسی رویترز گفت که در دوام ماه‌های زیاد تمام ذخیره و پول‌های خانه را برای طبابت ایماد صرف کرده به قرض هم غوطیدند. به خاطر سرچ خونش که مثلا می‌خواستم بفرستم 470 یورو پول می‌خواست، من نداشتم. شوهرم بیکاره، 2 تا بچه تو خونه دارم و مستاجرم، یعنی واقعا به تنگی، یعنی هیچ پول دیگه نداشتم. هر چی داشتم 2 سال و 3 ماه که این بچه تو بیمارستان 3 بار عمل شده، هر چی داشتم خرج کردم و هر جایی که قرض گرفتم دیگه دوباره من قرض نمیدادم، کلی هم قرض کرده بودم. اسم مریضی ایماد موکوپولیساخاریدوز است و این بیماری به گروه مریضی های متابولیک شامل می شود که باعث ایجاد نقص در بافته های ارگانیسم انسان می شود. همان روز 7 ایون که مسلحان به پارلمان حمله کردند، پدر ایماد به پوچت برای ارسال نامه دادخواهی به پرزیدنت ایران رفته بود. درست روز آخری که این اتفاق افتاد، من داشتم با خدا در دل می‌کردم. دقیقاً هم روز قبلش گفتم خدایا اگر خودت درست کردی، اگر نه دیگه به هیچ بنده‌ای رو نمیزنم. لحظه هایی که مادر و پسر در درآمدگاه مجلس انتظار بودند، مرگ طلبان و مسلحان به مجلس حمله کرده به سوی مردم تیر کوشاندند. همه در حال فرار میکردن دیگه. همه از یک قسمت خودشون نجات می‌خواستن بدن. یه سریشون تیر می‌خوردن، یه سریشون نجات پیدا کردن. دیگه هر کس به یه سمتی رفت دیگه. مسئولیت حمله در تهران را که 17 کشته بر جای گذاشت، گروهی به نام دولت اسلامی به عهده گرفت. مسلحان همزمان به مقبره آیت الله خمینی در جنوب تهران هم حمله انجام دادند. زهرا گفت پسر را به آغوش کشیده او هم فرار کرد.
дар яке аз роҳравҳои маҷлис амниятиҳо ба тани модару писар ҷавшан ва ё беостинҳои тирногузар пӯшонда онҳоро аз дохили бино ба ҷои амн интиқол доданд. аксҳои имод дар лаҳзае ки бо кӯмаки амниятиҳо аз ошёнаи баланди маҷлис ба поён интиқол меёфт дар расонаҳои ҷаҳонӣ нашр шуд ва таваҷҷӯҳи сартосариро ба сарнавишти ин кӯдак ҷалб кард. баъди ин вазири беҳдошти Эрон волидонро ба ҳузур пазируфт ва ваъда дод ки тамоми хароҷоти табобати кӯдакро ба ӯҳда мегирад. муолиҷаи кӯдак шурӯъ шудааст ва вазорат мегӯяд ки дар сурати зарурат омодааст тифлро ба хориҷа ҳам фиристад. исмоил нажод мегӯяд ки ҳамин як акс беш аз нисфи мушкилоти онҳоро дар они воҳид ҳал кард. мушкили дигар дар бекориву бехонагии хонавода аст ки ҳанӯз ҳал ношуда боқӣ мемонад. дар тоҷикистон низ ба ҳамин монанд хонаводаҳо зиёданд ки дар муолиҷаи атфоли беморашон дасти кӯтаҳ доранд. як оилае ки ду писари маълулро тарбият мекунад барои ба пӯ хестани фарзандон кӯмак мехоҳад. модари ин наврасон мегӯяд пизишкон дар тоҷикистон илоҷи дарди онҳоро наёфтанд, вале барои табобат дар русия онҳо маблағ надоранд. орзуи худи бародарон ин аст ки дар иди фитр нафаре пайдо шуда барояшон тӯҳфаи деринтизорро тақдим кунад. шодмони ятим бо дарди дили ин кӯдакон ва зиндагии онҳо ошно шуд. من میخوام برگردم و کامپیوتر میخوام. زویرشاه هر روز این آرزویش را به تکرار به مادرش میگوید. آرزویی که بنفشه نظر و مادر تویرشاه و زویرشاه در برآورده ساختن آن دست کوتاه دارد. این دو برادر 12 سال دارند و از پای روان محرومند. پزشکان بیماری آنها را یک نوع فلج گفتند که از طفلی به آن گرفتار شدند. قدیم دست به گریبان میشه فقط. کیا مرا میگرده من مکتب دا میمونه بسیار وقت. میرم میورمش خیلی نو کم کم بر از فدای میکنم دانش شکرانه میکنم که خیلی مقدر هست. یک ارخبره داده نمیده بو کدام دزدیدش. نقص در بدن این دو نورس را نزدیکان از خورده مشاهده کرده به طبابت پرداختند. 3 سال پیش منزل زیستشان در ناحیه واسه که آخران سرپناه خانواده بود فروختند. نشد دیگه نیافتیم پول. او بچه کار کرد نتونست همین هر روز دور میره کار میکنه میوه. بعد خونه را گفت فروختیم و بچه هم دخترام خیلی یاردم دادن نشد. اومدیم در شسته خونه نوستان دستادیم. بنفشه نظر و 3 فرزند دارد. سمیه دختری آنها در باغچه تحصیل میکند و هیچ نقص جسمانی ندارد. پدر خانواده با ماشینی که یک خششان برای پیشبرد روزگار به وی داده است به تاکسیرانی مشغول است. یگانه درآمد آنها از همین پول تاکسی و 300 سومانی نفقه ماهانه 2 کودک معیوب است. حیوانات خانگی، گوسفند، حیوانات وحشی، موش آبی. زویرشاه در صنف 5 میخواند و با کمک نزدیکان میتواند کم کم قدم بردارد. تویرشاه از این امکان محروم است. من کلانشم با میخوام در کروسیه برای چی در کروسیه میخوای کار کنی؟ برای کی در بالای مجلس رئیس میشه. این خانواده امیدوارند برای طبابت و به پا خستن این دو جگربندشان شخصان سخاوت پیشه سهم میگذارند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیوی آزادی بود. اما شما میتوانید اخبار تازه را از سامانه ما cw.org دریافت نمایید. صفحه‌های ویژه رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی نیز دسترس است. آزادی ویدیو یوتیوب نیز برای شماست. سپاسگزاریم که با ما بودید و خدا نگهداری هر یک شما.